یاد تو پلنگ جون این در چی حادثه های رو آدم میبینه همون مسته که در درونی جوار خواب بود بچاره اگه ورمه زورم نمیرسی که درونی جوار بکشون برارم برای همون فکرش در درونی او نروه نفسش نگیره گفته خیلی سرش برداشتن تگی سرش دیگه سنگ موندو اونجا به چی میافتم بالش نیو میگن مای دشمنی مست و دوست با هوشیار است ولی بچه خیلی بود اندک تریاک و بیش زهری مار است در اندکی در بسیارش مضرتی اندک نیست در اندکی او منفعتی بسیار است بیاد تو پلنگجو رفتیم خانه برید لیکن تو خودت ای کجا آمدازی این 4-5 ساعت نبدی من قطعی دوستا بودم دوستا خیلی بودم کم سرم دار همین افتاب گرم باشه یا بچه تو همین قطعی دوستا بودی ای دوستا هم احتیاط شیدن در کاره چوا؟ و یا خیلی آدم خودش دوست نگیری نه که در اصل و مقصد دیگه داره یا بچه دیلا یاران 3 قسمند اربیدانی زبانی یند و نانی یند و جانی بنانی نان بیده از در بیرانش ستایش کن بر یاری زبانی ولی که دوستی جانی رو به دست آر وای 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 و جانش جان بیده گر میتوانی فهمیدی؟ فهمید اکل دوستی نانی خیلی اکبر همون خانت عبید کردی میایه میخزی میره این مونو عبید کرده مخیر همه خیلی بود سلامت باشی بچم سلامت باشی بچم تو گوش کن هر خیل دوست کو دوستی خوب نیست یک خیل آدم دوست نگینه که باید پر راهی بد میبره وقتی او خیلی دوست نشو فهمیدی؟ برای که بسیارش عرق خورن اونو سازی در دور جوار خور هفتگی انا با قطیش میشینی که هم یک بگی میشوی عرق خور همون دری جوار خور هفته و تی همون یکون درختک ده خونه میری بالای جوار ده بگو به اخلای چیه؟ اوهو تو خودت عموما همین آدم فرق میکنی که خیلی مراد مقصد داره میفهمم فرق میکنم من هم میدونم من خیلی میفهمی من دوستا هم 3 نفر میشه گفتی که میدونم میدونی چند ایت که باشه آدمی مسته ای آدمی هوشیار چی خیلی فرق میکنی مثال آدمی مست چخیلی میشه چخیلی حرکت داره که تو میفهمی که اونمو مست های چخیلی میفهمی آدمی مست ها گوش که بابی اینه مثال میگیریم مثال گب این همی دوست طالبه دیدی اینه دوست طالبه کو این همی دوست طالبه دیدی آن همی دوست طالبه دیدم در چشمی آدمی مست کو 4 تا میتوا آی جد یک تا استالبای کو حد تو پلنگ همین سیمین بلوک سالدان رو عیبی میاخی این امنه که گران کدام میشه خواهم این شما سیمین بلوک میریدین سیمین بلوک تو کاری نمیفروشی خیلی سالدان رو عیبی میچیر با تو میمونی چی پستن کوکو؟ میبخشی دردون میبخشی یکی میمونی چی تو؟ بخشش پرسیدم که خیلی گازی دستی تو؟ هنگی میمون ابکی نکن میمونی چی؟ خیلی همونگی کودک خیلی حقورات نکنه اون باقی جو برو بی چی گپشی؟ ها؟ چی گپشی داد میگم سیمین بلوکات سودا نرفت سیمین بلوک سودا نرفته همی شیف من گر وای شما سیمین بلوک جمع کنین جون استاد بریزین و خد مردم نخور ای بی موچه گناه داره با یگان چینی آوردم دست خول قیتمون نرفت دیدم که هیچ چینی آوردی با پول نیستن نیست آخی نیست اینا که همین راد اومدن دو همین سر یک دکی دیگه وایرون کرد یک کیفتم دا کیفتش زد بخشش پرسیم میگم معمولی چیزی او خیلی باتم پیش نگاه نمیکنی آخی آخی دفته کری همون کی سودا نرفت سیمین بلوک یگان مایدی چایی بیارم نه آردای نه روغن نه کچکه نه پیازه گفتم یگان چی خونه بیارم با در غرغر ایت میمونم آخی نه
هیچی نیا وردی با خالی هم دیگه چی کوخی کجا دارم مصفه کتاب خونده سیوه یه minut من میبینیش کو من خلال نرسان شما کتاب یه minut کار دارم برای الان چای پایدم که گفت افلاطونی دانا وقتی مردن یک سخن حیفی دانا مردن و 100 حیفی نادان زیستن خوب شد دانا بیمرد و خوب شد دانا بیمرد و روی نادان را ندید مردنی دانا به از یک دم به نادان زیستن حقارت نکنه ای دینانگی بودن نخود تو مرا حقارت کنیه این چی گو پایه سلام علیکم بابی و علیکم بر سلام ها تاقی کو نه تاقی نه الا وقتی الا همه تو نیستی ها قطعی فکر خیالم یا جاییم تاقیگی می حس نمیکنم الا وقتی تو میایی همین خیلی تاقه میمانم خیال میکنم تاقیم نخلفه همین یک کیفتم در کیفت زدم در شرط تو مرا حقارت کنی بگو در همین افته و گرمی نخو آدم حقارت کنه حقارت کرد اینم یک کیفتم در کیفت زدن یک قد من یک همین کرد و قد همون رفته یا بچه یور کیفتم در کیفت زدن باید خلای میمونی پشونی که کنی فونگی گاوزده میمونی گفت میمون میگه ترا مرا دوست میمون متصل یا سانگ گیریتم که همین گریخ را مزدم در همین فرق سرش جونش میرم یا ایت خوشرو احمد دادیشی چشماش کور نبود بچی یاش اگه جا کوره فنگی بوده کور نبودی خیلی چشماش میدید چشماش میدی بچه بود ترا ای میمون فرق نکرده من بوده حیران مخی حقارت میمونی با 2 بار 3 بار گفت میمونی پیجه نگاه کنی یه دودار میبخشی میگم میمونی گفت که سانگ گیریتم گریخ رفت خیریت گریخته نکی کو لبه همین ماما مخی خوب همین ماما میبر گفت که همین چیز همین زولوگیا همین آدم های میمون پیدا شده گو همین کتوی زولوگ همین ماما گفت کاخی با همو گپ تای چی؟ آدم های میمون پیدا شده آخی ماما من کتابی زولوگ گفت ما وقتش خواندم گفت که همین آدمی زاد گفت ای میمون پیدا شده دیگه ای ماما گفت که بود خیلی خوند بودیم آدم ای خواب پیدا شده دیگه خیلی ماما من خیلی گفت که ماما رو گفته بود خیلی این خودت تصور کن اینه اگر آدم ای میمون پیدا شده باشه چو میمونای حاضر آدم نمیشون برای کی؟ میمونای حاضر با عقل وای انا دیدی همون بچه تر تغوری گفته بدای